خلاصه 18 سالش میشه سیمون و همراه یکی از این بچه محلاش میره سمت پاریس. خب تو مدرسه معروف اسمود ثبت نام میکنه با فرض اینکه واسه وارد شدن به این دنیا باید حتما از این مدرسه یا کالج فارغ التحصیل بشی. ولی خیلی زود متوجه میشه که دنیای مد آکادمیک پاریس خیلی سرد و خشک و پرفیس و افاده هستش. اون ناامید شده بوده ولی فاجعه اصلی در کمین بوده. 3 ماه بعد از ورود سیمون به پاریس یه زنگ تلفن همه چیزو براش ویران میکنه. مادر جوون و محبوبش والری توی تصادف سهمگین رانندگی متاسفانه جونش رو از دست میده و سیمون 19 ساله اینجا له میشه و دقیقاً تو همین تاریک ترین لحظات زندگیش هست که یه حقیقتی شبیه یک صاعقه به ذهنش میخوره. زمان خیلی کوتاهه. اگه امروز قصه خودم رو نسازم فردا احتمالاً خیلی دیره. سیمون همون روز مدرسه مد رو ول میکنه و میزنه به کوچه خیابونای پاریس.